روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرهای 25 نوامبر سال 2021 را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی من اسکندر خواجه میرزاده پیشکش شما میکنم. در 10 دقیقه بعدی درباره سوختار در کارخانه پخت تازه‌کنی ناحیه مسجح، افزایش نرخ پتنت در شهر مسکو، بازداشت 4 شهروند تاجیکستان در فرودگاه ژوکوفسکی روسیه، حکم سود اجراچی سابق در ولایت ختلان و رویدادهای دیگر خبر می‌دهیم. امروز در امریکا روز شکرانه جشن گرفته می شود. میلیون ها ساکن این کشور به نزد دوستان و خویشاوندان رفته سر دسترخوان عیدانه جمع می شوند. به قول طبیبان این جمع آمدها زمینه مساعد برای سرایت کرونا ویروس و یا بیماری کووید 19 خواهد بود. در دوام 2 هفته اخیر در امریکا شماره بیماران روزانه نزدیک به 100,000 نفر را تشکیل می دهد که نظر به هفته های پیش 25% بیشتر است. روزانه این بیماری حیات نزدیک به 1400 نفر امریکایی را از بین میبرد. در حال حاضر تخمیناً 63% ساکنان ایالات متحده آمریکا که از 5 سال بالا می باشند ضد کرونا ویروس مایع‌کوبی شدند. سرایت کرونا ویروس بر یک عده ممالک اروپا هم رکوردهای نو گذاشت. مؤسسه حفظ تندرستی اتحاد اروپا از کشورهای عضو این سازمان دعوت کرده است که در دوره تجلیل عید میلاد مسیح و سال نو محدودیت‌های علاوه‌ای جاری کند. به قول مقامداران مؤسسه یاد شده، جشنواره‌های آخر سال، خرید تحفه‌ها و زیارت دوستان خوف افزایش سرایت نوع دلتا کرونا ویروس را بیشتر می‌کند. یکی از کلانترین کارخانه‌های پخت تازه‌کنی در شمال تاجیکستان به کام آتش رفته است. به قول شاهدان، سوختار در کارخانه مظفر کمپانی ناحیه مسجح تقریباً ساعت 3 صبح امروز سر زده تا هنوز خاموش نشده است. سبب‌های سر زدن آتش سوزی هنوز معلوم نیست. به قول این منابع، کارخانه به صاحبکار محلی سلیم میرزایف تعلق داشته است. یکی از مسئولان در حکومت محلی که در جای حادثه قرار دارد به رادیوی آزادی گفت حجم پخته به کام آتش رفته در این سوختار بیش از 1000 تن بوده است. یک منبع از اداره خدمات آتش نشانی در ولایت سوخت به رادیوی آزادی گفت حدود 20 نقلیات آتش نشانی به جای حادثه سفربر شد. حدود سوختار تخمیناً 400 متر مربع بوده است. تفصیلات این حادثه را در نشر اخبار امروزه ببینید و یا در سامانه آزادی www.azadi.org بخوانید. حکومت شهر مسکو تصمیم گرفته است که سر از آغاز سال 2022 نرخ پتنت کار برای مهاجران را افزایش دهد. در این باره رئیس دپارتمنت سیاست اقتصادی حکومت مسکو کریل پورتوف بر روزنامه روسیسکایا گازتا معلومات داده است. بر پایه این تصمیم نرخ پتنت که حاضر 5341 روبل روسی را تشکیل می دهد 5900 روبل خواهد شد. با گفت این منصبدار، افزایش نرخ پتنت به بودجت مسکو 1 میلیارد و 700 میلیون روبل علاوه‌ای خواهد آورد. پتنت کار در روسیه برای مهاجران از اوکراین، مولداوا، آذربایجان، ازبکستان و تاجیکستان سال 2015 جاری شده بود. در دوام 10 ماه اول سال روان در مسکو 528,000 پتنت کاری تقدیم شده است که از این بین مبلغی برابر به 16 میلیارد و 200 میلیون روبل همچون انداز و دیگر نوع پرداخت‌ها به بودجت مسکو وارد شده است. در همین حال خبرگزاری‌های روسیه از هشدار مقامات تاجیک در نسبت مهاجران نوشته است که برای تهیه نمودن حجت‌های خود از خدمت میانه‌روها استفاده نکنند. به قول منبع، نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه از مهاجران تاجیک خواهش کرده است آنهایی که برای مدتی طولانی به این کشور آمده‌اند و در خانه اجاره و یا خانه خویش و اقربا زندگی دارند باید در همان منزل خود را به قید مهاجرت گیرند. منبع افزوده است که در این اواخر وابسته به قید موقتی از جانب میانه‌روها مراجعت‌های شهروندان تاجیکستان به نمایندگی زیاد شده است. از این لحاظ شهروندان تاجیکستان گوشرس می شود تا به دام میانه‌روها که حجت‌های تقلبی را آماده می کنند نیفتند. هنگام تهیه بسته حجت‌ها برای دریافت اجازتنامه فعالیت مهنتی مشکلی پیش خواهد آمد.
یک گروه از زادگان تاجیکستان که شماره آنها از 4 تا 11 نفر گفته می شود شکایت دارند که آنها را 4 روز اینجانب در یک اتاق در فرودگاه ژوکووسکی کنار مسکو نگه می دارند. با آنها گفتند که حق وارد شدن به این کشور را ندارند و باید به وطن برگردند. به قبل این مصاحبان ما آنها پیش از سفر در تاجیکستان نامهایشان را تفتیش کردند و در رویخط افراد ممنوع الورود نبودند. حالا به گفته این مهاجران آنها در یک شرایط طاقت فرسا و تقریبا نیم گرسنه در فرودگاهند و نمایندگی شرکت هوایی برایشان نمیگوید که کی آنها را به تاجیکستان میفرستند. در سفارت تاجیکستان در روسیه ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفتند که از این قضیه آگاه بوده با فرودگاه ژوکووسکی تماس گرفتند. مسئولان وعده دادند که مهاجران را با خوراک گرم تامین کرده به زودترین فرصت به وطن بازپس میفرستند. طبق آمار وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان تاکنون بیش از 270,000 شهروند این کشور از حق ورود به روسیه محرومند. ولی وزارت کارهای داخلی روسیه گفت که از ماه اوگوست امسال 150,000 مهاجر اخراج شده تاجیک را عفو کرده است. مهاجران تنها توسط وبسایت همین وزارت می توانند نام خود را تفتیش کنند تا فهمند که بر روی خط عفو شده ها وارد شده اند یا نه. روز چهارشنبه وزیر تندرستی تاجیکستان با رهبر منطقوی بانک جهانی عاید بر رشد انسان در اروپا و آسیای مرکزی فدی سعاده استراتژی رشد سلامتی اهالی را برای دوره تا سال 2030 بررسی کرد. این وزارت در خبرنامه میگوید که بانک جهانی ماه‌های اخیر لایحه بهداشتی را دستگیری کرده است. این کمک ها از جلب مبلغ های علاوه‌ای برای احتیاجات مختلف ساحه طب عبارت بوده است. از جمله در دوره پاندمی کرونا ویروس این نهاد مالی طرح اضطراری را برای مبارزه با بیماری کووید 19 آغاز کرده برای طبقه های نیازمند که در خانه کودکانی تا 7 ساله دارند کمک پولی یک وقتینه اجتماعی را در حجم 500 سومانی پیش بینی نمود. طبق این نقشه برنامه 165,000 عائله را فرا گرفته باید تا آخر سال به انجام برسد. ولی وزارت تندرستی دقیق نگفته است که این یاردم پولی را چی تعدادی از اهالی کشور دریافت کردند. تقسیم کمک ها برای کمبیزاعتان همیشه در تاجیکستان انتقادها را به وجود می آورد. برخی ساکنان می گویند با وجود شرایط وزنین آنها را بر روی خط شخصان کمبیزاعت وارد نمی کنند و همین طور آنها از دریافت کمک ها محروم می مانند. سید نوریدین شمس‌الدینوف وکیل مدافع زندانی و سود اجراچی سابق را به 8 ماه علاوگی زندان محکوم کردند. دادستان هفته گذشته او را به همکاری با سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 متهم کرده 7 سال علاوگی حبس خواسته بود. شمس‌الدینوف در اول سال روان با گناه خرید و فروش زمین، قلابی و پهن کردن معلومات دروغ به مدت 8.5 سال از آزادی محروم شده است. خود و پیوندانش همه گونه اتهام را رد می کنند. یک نماینده دادگاه شهر باختر 24 نوامبر گفت مرافعه روز چهارشنبه زیر ریاست دادرس حنیفه علیمزاده برگزار شد. شمس‌الدینوف را علاوتاً به 8 ماه زندان محکوم کردند. تصدیق کرد او اما جزئیات دیگر نداد. دقیق نیست که اتهام همکاری با گروه 24 از پرونده نو شمس‌الدینوف برداشته شده است یا نه. سید نوریدین شمس‌الدینوف که در گذشته همچون سود اجراچی و سالهای آخر همچون وکیل مدافع فعالیت داشت، بیشتر با امضای سعید صدر در شبکه‌های اجتماعی از رفتار بعضی دادستان و دادرس‌ها شکایت می‌کرد. دادستان و دادرس پرونده بارها به حق بودن خود و تفتیشات تاکید کرده گناه شمس‌الدینوف را ثابت شده خواندند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه طریق اعلان آزمون می‌خواهد پیشگیری و مبارزه ضد همه گونه کردارهای ضد حقوقی را جانناک نماید و برای فعالان جایزه پولی نیز مقرر کرده است. از شهروندان دعوت می شود که هنگام شاهد بودن مناقشه، بی‌ترتیبی، آزار لفظی و پس زدن شأن و شرف انسان، ویران کردن قاعده‌های حرکت راه و دیگر ترتیبات مقرر نموده شهرداری را عکس و یا به نوار گرفته به ریاست ارسال نمایند. برای 3 قالب موادهایی که خصوصیت پیشگیری کننده و آشکارنمایی جنایت‌های وزنین و مخصوصاً وزنین داشته باشند، از 2 تا 5,000 سومانی جایزه داده می شود. آزمون تا 25 دکبر ادامه کرده
مخفی نگاه داشتن مؤلفان عکس و نوارها کفالت داده شده است. بینندگان عزیز، اکنون برای شما عاید قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان اطلاع می‌دهم. امروز 25 نوامبر بانک ملی یک دلار را 11 سومانی و 29 درم و یک یورو را 12 سومانی و 67 درم تعیین کرده است. قرب روبل روسی نسبت دیروز اندکی بالا رفته 1000 روبل روسی 151 سومانی و 20 درم نرخ گذاری شده است. در همین جا سرخط خبرها به پایان میرسد. خدا حافظ شما.